وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز 25 کارمند امور داخله اصلا کارمندای شعبه های بازرسی اتومبیل را جزای مأموری داد و برای ما هنوز معلوم نیست که این جزای مأموری از چی عبارت است، ولی این مسئله بعد از آن خست که یک سیاح ترک وقتی میخواست که از دوشنبه به بدخشان حرکت کند و در داخل تاکسی و در خاطرهاش نویسه است که در داخل تاکسی هر قدمی میرفت، هم در کولاب هم در بدخشان درواز در اینجا ملیسا می داشتند و از این تاکسی از تاکسیست پول طلب میکردند و این خاطرهاش می نویسد و میگوید که ملیسای تاجیکستان رشوت خورترین ملیساهای کشورهای جهان حساب میشوند. و تنها بعد از این شکایت رسیدن به مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان 25 کارمند شعبه داخلی از جمله کارمندان گئی مجازات میشوند. یادآور میشم که در هفته گذشته همین گونه یک شکایت را سیاح آلمانی کرده بود که وقتی که اون در صحن در میدان اسماعیل سامانی گشت و گذار میکرد، پاسبان ها یا نگهبانان این میدان از اون پول تمجویی میکنند. اون نیز در خاطرهاش در اینترنت در صفحه فیسبوکش این مسئله را اشاره کرده بود. My guidebook is quite old, it's like 3 years old and they were talking about problems. کتاب رهبری که من خواندم از 3 سال پیش است و در آن گفته شده است که بعضی از مشکلات در آسیای مرکزی کمتر است. من به دیگر کشورهای منطقه سفر کردم و به مشکلات دچار نآمدم. با افرادی که با ماشین به پامیر رفتند ملاقات کردم ولی آنها مشکلات را ذکر نکردند. فقط شناسنامه نشان میدهند و میروند. ولی گزارش‌های را از سالهای پیش خواندم که پلیس در پاسگاه‌ها از دوچرخه سواران و دیگران پول می‌پرسند. I've read some reports from long time ago where people maybe some at checkpoint police asking for money for bicyclists and so on. قبلا دوستانم به من گفتند که کارمندان میلیسا در نزد مجسمه اسماعیلی سامانی از سیاحان مبلغ طلب میکنند، اما طول چند روزه که در دوشنبه هستم با این حالت روبرو نشده ام. وقتی که ژورنالیست ها با رخ دادن این حادثه یا با شنیدن چنین شکایت های سیاحان خارجی وقتی به مقامات کارمندان امور داخله مراجعه میکنند، اینها همیشه رد میکنند و میگویند که این گونه حادثه تصدیق خودش را نیافت. اما وقتی که از طریق رسانه ها، فیسبوک و چیز دیگر این شکایت ها میرسند و ناچار مقامات امور داخلی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد واکنش نشان میدهد.